زمانی بود کشوری ما در کام آتش قرار داشت. از دهشت جنگ قسمی از مردم منزل‌های خویش را ترک کرده به کشورهای همسایه فرار می‌کردند. برادر خون برادر می‌ریخت. در جوی‌ها جای آب شفاف قطره‌های خون جاری می‌گشت. هیچ یک مقامات کفالت تا پگاه زنده ماندن کسی را داده نمی‌توانست. مردم از بالای دریا شنا کرده مرز را عبور می‌کردند، ولی نه به همه میسر می‌گشت تا جان به سلامت ببرد. موج‌های پرتلاطم دریا مثل یک لشکر قاتل جان صدها نفر دیگر را می‌ربود. زنی را دیدم که کودکی تقریباً یک نیم سالش در دست بالای قایقچه نشسته میخواست از بالای دریا شنا بکند، ولی موج‌های نامردی دریا قایقچه را چپگردان کرد. کودک از آغوش مادر رها شد. مادری بیچاره تلاش میکرد تا جگربندش را نجات دهد، اما گرداب دریا کودک را به قعر خویش کشید. زن علاج دیگر نداشت. با صد مشقت خود را به ساحل رسانید. تاریکی ظلماتی حکم فرما بود. زن با دو دیده بیدار شب را روز کرد. پگاه صبح بروقت باز پس گشت. با چشمانی پرنم، با مویهای پریشان به چهار طرف نگریسته قد دریا قدم میزد. جگربندش را میجست. لحظه ای بعد کودکش را در لب آب عریان دریافت. مادر دویده آمد و کودکش را از زمین برداشته و آغوش کشید. ولی افسوس، صد افسوس که قلب کودک نمی تپید. کیهان مرده بود. مادر پنجه محکمی شق شده جگربندش را گشاد. از آن تنها یک چند موی سر خویش را دریافت. خلاص فغان می کشید، ولی کسی به دادش نمی رسید.